درود به هموطنای گم پگلو. میخواستم بهتون بگم که تو این زمانی که حالا آتش بس شده که برای هر دو طرف یه نفسگیری بیشتر، مخصوصا برای دولت آمریکا، برای این خلبان‌ها که هر روز 8 ساعت پرواز میکردن میرفتن میومدن و دولت آمریکا براشون احترام قائله. ایران که اصلا بحثش جداست، این جمهوری اسحالی و دیوانه و سایکوپت فقط میخواد آدم بکشه. منتهای مطلب میخواستم بگم که این وسط ما باید اینو در نظر بگیریم که برنده اصلی این جنگ واقعا روسیه هست، نه ایرانه نه آمریکاست، به خاطر که نفتش الان خیلی بیشتر داره فروش میره و همچنین اصلا قیمت سهامش رفته بالا. و دوم این که آمریکا برنده این جنگ نخواهد بود تا زمانی که به صورت کامل، یعنی نابودی کامل پیش بره. اگر که مثلا 6-7 تا بمب اتم بزنه تو قسمت‌های مهم اینا، خب اینا کامل از بین برن، متاسفانه دچار کشتار جمعی خیلی شدید خواهد شد که اصلا جزء برنامه آمریکا نیست. و توی این درگیری و جنگی که الان شده، خیلی از کشورهایی هم که میتونستن کمک کنن و این جنگ رو خیلی بهتر از این با نتیجه خیلی بهتر و سریعتر کمک کنن نکردن. شما نگاه کشور خلیج فارس کنین، کدومشون یکیشون یه دم تکون نداد، حالا او از انگلیس و از اروپا که دمشون رو کردن تکونشون نشستن. دونالد ترامپ خیلی دست تنهاست و کسی که تو آمریکا زندگی میکنن باید همیشه حواستون ما باشه که ازش تشکر کنیم، بهش نامه بدیم، برای که هیچ رئیس جمهور زیر اینقدر فشار و فحش و فضیحت حتی از طرف طرفدارای خودش دوام نمی آورد. و واقعا ازش متشکریم که یه مردیه که اصلا براش اینا مهم نیست و اون کاری که میخواد رو انجام میده و گفته انجام میده، احساسی عمل نمیکنه. و در نهایت این که جمهوری اسلامی فروپاشی خواهد شد. الان بهترین کاری که ترامپ داره در مورد شاهزاده انجام میده که در موردش حرف نمیزنه. خیلی‌ها میان مثلا میگن چرا حرف نمیزنه، چرا در موردش نمیگه. شما اگه فکر کنید فقط توی یک خبر بیاد بگه که آره من شاهزاده رو قبول دارم، فکر میکنید چه اتفاقی میفته روز بعدش؟ چند نفر از این کیونپتی‌های مسلمونی که همه جا هستن میدونن دنبال سر شاهزاده، میرن که خانواده‌اش رو به فنا بدن. بهترین کاری که میتونه بکنه این که اصلا در مورد شاهزاده الان حرف نزنه. همون جوری که یک کسی که پالیتیکس بلده، یک کسی که علم سیاسی بلده، یک کسی که بلد بازی شطرنج کنه دستشو رو نمیکنه. حتی تو کارت قماربازی هم اون تکشو میذاره برای آخر. لطفاً با هر اخباری که شنیدید قش و ضعف نکنید. سیاست خیلی از این پیچیده تره و این فقط حالا سطحیه